مخاطبین از رسانه پشت پرده ماجرای فیلم استاندار سابق یادتونه تیمی زنه میگه که منم داشمی رو های گلزار جابجا کرد. درود به مخاطبین عزیز، بنده امین فردین خوشحالم که به همراه تیمم بار دیگه با یک برنامه پشت پرده دیگه با شما هستیم. امیدوارم که هر کجا این کره خاکی که هستید و صدا و تصویر من رو میبینید و میشنوید حال دلتون خوب باشه. جمله پرتکرار و همیشگی من، جیبتون پرپول باشه و از همه مهمتر سالم و سرحال باشید که هیچ چیزی تو این دنیا بهتر از سلامتی نیست. امروز هم قصد داریم که باز هم راجع به زندگی فیک بلاگرها افشاگری بکنیم. بلاگرهایی که مثل قارچ تو فضای مجازی چند سالی رشد کردن و حتی دارن فرهنگسازی اشتباهی رو توی جامعه رواج میدن و زندگی هایی که پر از فیک، پر از عقده های درونیه، پر از حرف های این زندگی این افراد که از هر زاویه‌ای بخوام نگاش بکنیم برای جامعه آسیب پذیره. از اون طرف رسانه‌ها راجع به این قضايا صحبت نمی‌کنن. حالا ما میایم صحبت می‌کنیم میگن که چرا داری راجع به این قضیه صحبت می‌کنی؟ موضوعات مهمتری هست. بله، موضوعات فرهنگی هم میتونه خیلی موضوعات مهمی باشه. رسانه خارج از کشور همیشه گفتم درگیر مسائل سیاسی ان، دنبال انقلاب کردن، داخلی هم درگیر فضای مذهبی خودشونن و کسی به این موضوعاتی که تو فضای مجازی داره مثل قارچ رشد میکنه، بلاگرایی که باعث نابودی زندگی خیلی از جوانها میشن، صحبت نمیکنه. من بارها و بارها پیام دریافت کردم از کسایی که میگفتن آقا زن من الگوش شده فلان بلاگر، میگه ببین طرف چقدر زندگی عاشقانه‌ای داره، ببین طرف چه دست گل گنده‌ای براش گرفته، ببین به نفر سالگرد ازدواجش برای تولدش فلان کادو خفن رو گرفته، تو چرا برای من نمیخری؟ مردم میگه خب من یه آدم معمولی تو جامعه‌ام، یه حقوق معمولی دارم، ماهی 10 میلیون 15 میلیون 20 میلیون حقوق دارم. وقتی فلان بلاگر میاد دسته گل 5 میلیونی که حالا پشت پرده اون دسته گل دارم بهتون میگم استوری میکنه و میگه مرسی عشقم که اینو برای من خریدی، این تو جامعه یک موجی از ناامیدی و یک موجی از غم و اندوه رو ناخودآگاه در ضمیر ناخودآگاه یه سری افراد تزریق میکنه. حالا تهش چی بوده؟ فلان گل فروشی اومده گفته که آقا این دسته گل رو تو وردار به عنوان اسپانسری برای خودت، یا بگو اینو خریده شوهره، تبلیغ بکن که بقیه رو تحریک کنی بخرن. و همین اتفاق باعث میشه که تو جامعه ناامیدی اتفاق بیفته. حالا این مثال کوچیکش بودا، کیف، کفش، ماشین، خونه است، طرف ماشین رو اجاره کرده بنز رو میاد میگه که آره اینو من برای همسرم گرفتم، نمیدونم نه برای تنها عشق زندگیم گرفتم. بعد آدما تو فضای مجازی اینا رو دنبال میکنن و هر چقدر هم که دروغ گنده تر، هر چقدر هم دروغ لاکچری تر، قابل باورتر، کنتور که نمیندازه که میاد میگه آقا اینو کادو دادیم. این وسط یه سری آدما هم هستن که تو فضای مجازی حسابی دارن میتازونن. یعنی دیگه اینا گویا گذشته خودشون یادشون نیست، گویا یادشون نیست که از کجا به کجا رسیدن. که من اینجا یادشون میارم که گذشتهشون چی بوده، یادشون میارم که تو گذشته کجای کار بودن. نمونش این چه نگار رکنی و همسرش بهراد اقبال که البته اسم اصلیش مرتضی بوده، کرده بهراد. حالا نمیدونم چه اشکالی داره. قبلا راجبش ویدیو ساختم، بگم زوم بکنم که با کیفیت ببینید. این دسته گل بزرگش هم نگاه کنید. من اینو اگه بدم پایین‌تر این دسته گل گنده رو هم می‌بینید. این دست نشون دادن این دسته گل چیزی جز شاف کردن نیست. ذره کوچیک‌ترش هم بکنم بگن که چه لزومی داره شما بیا یه همچین دسته گل گنده ای رو عکس بگیری بذاری تو اینستات. حالا راجع به این آدم بیشتر به شما خواهم گفت. البته مطالب اینقدر زیاده، من فکر کنم راجع به نگار رکنی من 2-3 تا ویدیو بسازم، شاید ویدیو بعدیمون هم راجع به این آدم باشه، چون خیلی من دیدم تو این چند روزه استوری گذاشته بود و نوشته بود که دلم برای دخترای توی دبی میسوزه، بیزینسیان از 8 شب به بعد برن دنبال بیزینسشون و کارهای اداریشون. دلت در اونا میسوزه؟ البته ما نمیدونیم منظورت از بیزینس چیه، ولی خب به هر حال شاید بیزینس اینه که برن یه قرار کاری و برن یه جلسات کاری بذارن. ما میگیم اوکی
شما خودت که از بیزینسی های قدیم ایرانی سلطان، دور میدون کاج، یادت اومد یا بیشتر به دیتیل بدم که اونجا میرفتی دور دور؟ عکسات هم دارم حالا یکی یکی این عکساتو نشون میدم. بعد همینا الان اومدن تو فضای مجازی شدن بلاگر و مثلا میگن ماجرای حاملگی این طرف، ماجرای بچه دار شدنش، اینا هم خودش میشه. کسی یادش نمیاد که این قدیم این بوده. بزرگ کنیم حالا راجبش صحبت بکنم. این همه نگاه رکنیه. بعد لامصبا یه جوری کوبیدن ساختن، خب یعنی از این و این ببین این بوده، خودشو کرده این، یعنی این بوده شده این. همه چی هم ماسالا دو سایز بزرگ کرده. ماشاءالله همه جا رو دو سایز لامصب اینا دیگه. نه نگفتن به هیچ عمل جراحی، نه نگفتن به هیچ تزریقی و نه. نگاه رکنی که متولد 18 بهمن 1362 41 سال 41 سال بعد و همه جا میان میگه من 26 سالمه. شناسنامه‌اش رو هم کوچیک کرده و این عکسی که دارید میبینید از نگار رکنی مال سال 2010. 2010 این سنش بوده، حالا بماند دیگه. الان 2024 تقریبا 13 سال پیش. تو این عکس 25 سالشه، اینجا همینطور. اینا همه عکس سال 2010. ببینید حالا این هم عکس ایشون با داوود عزینه. بس اما این نگار اونقدر خب معروف بوده به نگار، حالا یه لقبی براش گذاشته بودن و توی میدون کاج دور دور میگه. تو پاساژ تیراژه پاتوقت بود اونجا، حالا دارم میگم تجدید خاطره میشه برات، یادت رفته. بعد نشون به اون نشون که یه بار حالا پرونده ها تو قسمت بعدی رو میکنم 2 قسمت داره، چه شکایت هایی ازش هستن، چرا افتادی زندان، همه اینا رو تو قسمت بعدی من بهتون خواهم گفت. مواد گویا جابجا میکنه، مواد تو دلش ترکیده، همچین چیزی که میبرم بیمارستان عملش میکردم. بچه جنوبم هست، تو 5 سالگی گویا مادرش به پدرش خیانت میکنه. اینا اظهار نظرهای خودش هم بوده، بعضی جا گفته بوده، من تو لپ لپ در نیاوردم. مادرش از پدرش جدا میشه، خیانت کرده بوده و این با مادر بزرگش تو پاسداران زندگی میکرده. از 10-11 سالگی هم دیگه خلاف و شروع میکنه دیگه، دور مواد و مشروب و هر چیزی که بوده، تا 16-17 سالگی که یه دور میفته زندان، از زندان در میاد و اون موقع عاشق یه پسری میشه به اسم کوروش مختاری. کوروش مختاری از گنگای غیر ایرانن، یعنی عموهاش سلطان غیر ایرانن که بعد از اون کوروشه یه تتو هم میکنه رو شکمش، اسم کوروشه رو مینویسه و کوروشه هم میگه آقا بفهمید و دنبال بازید. میاد میره با داوود دوست میشه، عکساشو با این داوود عزینه و اینا. این وضع حالا اینا رو همه میرسیم، اینا عکساشو گذاشتم کنار. اینا رو ما زمانیه که با این داووده دوست بوده، میاد با داوود دوست میشه و یه 2-3 سالی با داوود بوده که بعد از اون داووده رو دور میزنه و داوود میره با دوستش ندا دوست میشه، این هم میره با دوست داوود دوست میشه، یعنی جنگلیه با هم دیگه. نگار از اون کات میکنه، میفته دنبال دوباره بیزینس و اینا. تو همین این بیزینس و اینا که بوده با این بهراده آشنا میشه. بهراده هم چجوری باهاش آشنا میشه؟ از طریق یه دوستی به اسم سارا. خب این سارا یه روز بهش میگه آقا ببریم مهمونی، خب با هم دیگه حال بکنیم و اینا. دوست پسرم هست. دوست پسرش کی بوده؟ همون بهراد، مرتضی خودمون بوده. میرم با هم دیگه مهمونی و اینا. اونجا بهراد این سارا رو دور میزنه، میره با نگار دوست میشه، این بهراد خان.
که بعد نگاره میاد میگه که آره نمیدونم سارا خراب و سالا فلان و سالا بیزینسیه تو دبی و از این صحبت ها. دیدی دیگه پسرها دخترها معمولا اینجوری ان دیگه، وقتی که با یه پسر دوست میشن، پسر یه دونه دوست دختر قبلا داشته، شروع میکنه راجع به اون دختره بعد گفتن، شروع میکنه با بهراد دوست شدن. بهراد هم اون موقع وضع مالیش خوب بوده و آدمی بوده که درآمد خوبی داشته، ولی هر شب روی مواد بودن دوتایی با هم دیگه، یعنی مثل بنز جفتشون مواد میزدن صبح تا شب. ولی خب این بهراده خودش هم یه فیتیشای عجیبی داشته دیگه، حالا شاید مثلا دوتایی ستایی، این فیتیشا تو ایران هست دیگه، و براش هم حالا مهم نبوده نگاره با کسی بوده یا نبوده. نگاره حتی رو شکمش اسم کوروشه که زده بوده یه دونه درخت تتو میکنه، حالا خودش هم حالا احتمالاً بعدم بگه تو عکساش، این یه تیکاش مشخصه، میگه که این درخته باید چیز بشه، یعنی درخت وقتی رشد میکنه بعد بهش آب بدن دیگه، رشد بکنه دیگه. حالا من نمیدونم منظورش چی بوده، ولی بین دوستاش اینو تعریف میکرده که آره هر کی میخواد با من باشه بعد آبشو بریزه پایین درخته. خب یعنی این تئوری و این رفتارا رو داشته. خلاصه میاد میره با این به اراده دبی. یکی از دلایلی هم که اینا رفته بودن دبی این بوده که اینا مواد نزنن دیگه، انقدر زده بودن ترکیده بودن جفتشون. میرن دبی و بعد همیشه این نگاره به دوستاش به دروغ میگفته من رحممو درآوردم، من مریض بودم من رحممو درآوردم. بعد حالا ما نمیدونیم چجوری یهو میاد بچه دار میشه. اینم خودش بین رفقای قدیمیش همه پشمشون ریخته بود که این چجوری باردار شده و این چجوری این اتفاق افتاده. که بعد از اونم یه مدت هم این نگاره با یه پسری به اسم ایمان دوست بود، یعنی این ایمانه یادش میداده که چجوری مواد مصرف بکنه، بخره بفروشه، حالا غلطی که میکردن دقیقا من نمیدونم، که با اون ایمانه هم کات میکنه که وضع مالیش خوب بوده تو کار خلاف بوده، میره با یه مردی که شوگر ددی بوده دوست میشه. خب یعنی ببین ماشاءالله پکیج که اون نصف خرج اینو میده، این عمل جراحی میکنه میکوبه میسابه میسازه میده بالا و میاد پایین و اینا. و دیگه اینم از عوارض داشتن شوگرای، عوارض نیست یعنی مزایای داشتن شوگره. بعد حالا هم رفته تو دبی. الان توی دبی یه کسی با همچین رزومه درخشانی که من براتون تعریف کردم خب داره بقیه رو مسخره میکنه. بعد شده الگوی یه عده، گذشته خودش یادش نمیاد. و خیلی از این بلاگرها که توی این فضا هستن همچین زندگی دارن ها، یعنی تو زندگیشون پر از خیانت و رابطه‌های زبدری و نمیدونم کلید پارتی و سویچ پارتی و با این باش و با اون باش و 24 ساعت رو مواد باش و اینا، ولی میان زندگی شیکشون رو تو فضای مجازی نشون میدن. شما بگی اوه چه زندگی عاشقانه، یعنی استوریو میگیره، 2 تا عکس میگیرن دیگه، همش تو دعوا و نمیدونم زدن و نمیدونم مواد و خیانت و کثافتکاری و اینا. میخوام به شما بگم که این افراد الگوی زندگی شما نباشن. اینا اگه بریم تو زمینشون، پشت زمینشون و یه شخمی بزنیم زندگیشون، جلوتر میرسیم پرونده‌هاشو تو قسمت‌های بعدی به شما نشون میدم چه پرونده‌ای داره، چه کسایی ازش شکایت کردن، چرا الان نمیتونه بیاد ایران، کی بوده نقش خاله رو بازی کرده بوده نکرده بوده، دوستای صمیمیش که 2 نفرشون تجارت دختر میکردن همشون رو گرفتن، این چندین سال نمیدونم پروندهش معلق بوده بعد افتاده تو جریان. از این چیزا زیاد داشتن ها. نه این بقیه‌شون هم همین بوده دیگه. یعنی اون سی هم حالا بعداً راجبش صحبت میکنیم، با عکاسش دوست میشه، الان نمیدونم رفته با مدیر برنامه‌اش عقد کرده. حالا همینا رو جلوتر بهتون تو قسمت‌های بعدی میگم کم کم. و سعی میکنم که ندارم چون مشکل اینترنت دارید توی ایران ویدیوها رو کوتاه بکنم که سریع ببینید، و اینکه کانال پشت پرده رو سابسکرایب کنید که بتونید ویدیوهای بعدی ببینید، زنگوله رو بزنید و حتما لایک کنید و کامنت بذارید که ربات تشخیص داده نشید توسط یوتیوب، چون با وی پی ان ها و فیلتر شکنای متفاوت میاد، احتمال اینکه ربات تشخیص داده بشید و سابسکرایبتون بپره هست. پس لطفی بکنید حتما لایک کنید و برام کامنت بذارید.
بهتون خواهم گفت تو قسمت‌های بعدی. این فقط یه تیکه کوچیکی بود، پر اینجا با پر 15 صفحه من نوشتم. این فقط 2 صفحه از اطلاعاتی بود که من بهتون دادم. قسمت بعدی هم راجبشون صحبت خواهیم کرد. ببین اینا چه گذشته درخشانی داشتن این اساتید بلاگر تو این فضای مجازی که الان یه چوسی میان یه جوری حرف میزنن خدا رو بنده نیستن. خیلی مخلصیم و مرسی که تا این لحظه با ما همراه بودید.